ظالم به هر لباسی که باشد، از هر قومی که باشد، از هر جغرافیایی که باشد، نام ملا داشته باشد، نام عالم بر سر داشته باشد، لنگی عالم بر سر داشته باشد، ریش بزرگی داشته باشد، ظالم ظالم است. اگر کسی که ظالم را اعانه می کند و در مقابل ظلم ایستادگی می کند به اندازه که توان دارد، الله عز و جل و پیامبرش از او بیزار می شوند، همانطوری که در حدیث شریف آمده است. ظلمهای علنی که در بازارهای من و شما دیده می شود، این هم ریشه استعماری دارد. در اسلام عزیز هیچ جایگاهی ندارد. به نام مالیات در اسلام و در فقه حنفی من و شما خصوصا چیزی نیست. این هم از حلقوم فقیر کش کرده شود، بزور کش کرده شود. دزدی که یک چبلق را از دروازه مسجد دزدی میکنه، ما او را دزد میگوییم. دزدی که بر خانه مردم از طرف شب میداره، ما او را دزد میگوییم. به افتخار گاه گاه مجرمان را دستگیر میکنیم که موبایل را زده بود، این مجرم باید به جزای جرمش برسد. اما با لباس دولت، با سلاح دولت در انظار عمومی از نزد یک مسلمانی پولش را به اکراه و به جبر گرفته می شود. یکی بر چند از نظام سابق گرفته می شود، این را ظلم گفته نمی شود؟